دین گوشه مسجد، دین داخل خانه، دین فقط در دل نه در عمل، اقتصاد غیر دینی باشه، سیاست غیر دینی باشه، زیر بار دشمن رفتن غیر دینی باشه، با دوست جنگیدن، با دشمن همراه شدن بر خلاف نص دین وجود داشته باشه، اما ظاهرا ظاهر دینی باشه. اینه میخوان. دین رو با ریختن در قالب حکومت پیغمبر اکرم توانست ترویج بکنه. دین جدای از حکومت نیست. اون دینی که از حکومت جدا باشد معناش اینه که دین بنشینه هی نصیحت بکنه، هی حرف بزنه، قدرتمندان هم هر کار که دلشون میخواد بکنن برخلاف دین، بر ضد دین، هر وقت هم خواستن یه لگدی تو سر اینها بزنن. دین غیر سیاسی یعنی این رو میخوان، اینو دنبال میکنن. نخیر، دین، این معرفت باید وجود داشته باشد. دین منفک از سیاست نیست و دشمن دین از اون دینی میترسد که دولت دارد، قدرت دارد، ارتش دارد، اقتصاد دارد، سیستم مالی دارد، تشکیلات گوناگون اداری دارد. از این دین میترسه. حالا اون دینی که حالا مردم میرن توی مسجد عبادت میکنن، خب بکنن، 100 سال بکنن.